در جریان عملیات ساختارهای امنیتی ترکیه یک زن تاجیک از دست قاچاقچیان انسان رها شده به تاجیکستان انتقال داده شد. عملیات ویژه نهادهای امنیتی ترکیه که روز 15 اوگوست در 9 منطقه ولایت‌های استانبول، قیصری و نوشهر برگزار شد با بازداشت 5 شهروند ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان انجامید. یک مسئول سفارت تاجیکستان در انقره در صحبت با رادیو آزادی روز 21 اوگوست گفت که در عملیاتی که روز 15 اوگوست در شهر گبزه ولایت قاجلی انجام شد، یک شهروند تاجیکستان از دست قاچاقچیان انسان آزاد شد. این زن به گفته مقامات جبر دیده بوده و بعد بازداشت و مشخص کردن جزئیات سرنوشت او روز 17 اوگوست به تاجیکستان استرداد شد. مسئولین از مشخصات مربوط به هویت این زن و ساکن کدام منطقه تاجیکستان بودنش خودداری میکنند و میگویند با اندیشه های اخلاقی معلومات بیشتر مربوط به این زن تاجیک فاش نمی شود. تنها تاکید می شود که این زن از ناآگاهی به دست قاچاقچیان افتاده قربانی تجارت های سیاسی آنها شد، در حالی که به ترکیه با وعده کار رفته بود. با اطلاع مقامات تاجیک در میان افراد گمانبر در قاچاق انسان و یا استفاده زنان در بازار تنفروشی شهروندان تاجیکستان بازداشت نشدند. طبق اطلاع سازمان بین‌المللی تجارت در تاجیکستان در مدت‌های سال 2005-2016 موارد قاچاق و تجارت انسان در تاجیکستان با طور منظم افزایش یافته و در مجموع 679 شهروند کشور با عنوان قربانی تجارت انسان رسما ثبت شده‌اند. از جمله این افراد 347 نفر زنان و دختران از 14 تا 47 ساله و 108 نفر نابالغان بودند. قربانی ها برای استفاده در تنفروشی استفاده شده‌اند.